برج خان، مگه شما قرار نبود برین خارج از کشور؟ لروکس خانم، من اومدم ازتون معذرت خواهی کنم. من خیلی آدم عوضی هستم. این کارو نباید انجام میدادم. بازم ازتون معذرت میخوام. دوبله شده دام استدیو جری. این چی بود؟ تو رفتی پیداش کردی و اینجوریش کردی؟ آره؟ لطفاً دفعه بعدی هیچی ازم مخفی نمی کردم. اما چیزی هم نگفتم. آره اون لحظه نگفتم، چون میخواستم اول تصمیم بگیرم، اما تو جای من تصمیم گرفتی و وارد عمل شدی. تو همچین آدمی هستی دمی؟ اگه لازم باشه همچین آدمی هستم. آره. نمیخوام کسی به عزیزانم بی احترامی کنه و آسیبی بهشون برسه. تو از من پرسیدی که من خودم چی میخوام؟ اینجور آدما به خاطر اینکه با زبان خودشون باشون حرف نمیزنی زبون نمیزنن. در ضمن من رفتم که با طرف خیلی محترمانه حرف بزنم، اما دیدم طرف حرف آدم حالیش نمیشه، مجبور شدم. مسخره است، باورم نمیشه. لروکس، البته که منم نمیخواستم خشونت به کار ببرم. لروکس، همیشه موقع جر و بحث قراره همینجوری بذاری بریم. نترس، فرار نمی کنی، گرچه جای فراری هم نداری. نکن لروکس. تو اصلا منو نشناختی دمیر. بعد از قضیه تایلان ما تو حیاط چی گفتی؟ قرار بود دیگه منو تو عمل انجام شده نذاری. یادت میدونی که همچین نیتی نداشتم. حق نداری جای من تصمیم بگیری. دیشب اون یارو حد و حدودش رو فهمید که کارش هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. همه چی مشخص بود. البته انقدر مشخص بوده که طرف داشت تو آسانسور نقشه میکشید تا برات گل بفرسته. فقط برای اینکه اون شرط کثیفش رو ببره میخواست همچنان تو رو اذیت کنه. تازه نه فقط تو، بلکه میخواست زنای دیگر هم گول بزنه. تو هم رفتی چش و چالش رو کبود کردی. آره؟ آوردیش معذرت خواهی کنه. من نمیخوام ازم معذرت خواهی کنه، میخوام ذهنیتش عوض بشه. لروکس، حق من بود خودم در این مورد تصمیم بگیرم. تصمیممو گرفتم و وارد عمل شدم. اجازه نمیدم کسی جای من تصمیم بگیره. فهمیدی؟ دمیر، فهمیدی؟ باشه، فهمیدم. اما تو هم هیچی ازم مخفی نکن. اوف. ممنونم. دمیر کجاست؟ ای بابا آروم باش بروک، مشتری داریم نمیبینی؟ اومدن جلسه برگزار کنیم. ما منتظر دمیرخان هستیم. باشه بهشون میگم. چی شد، نزدیکه؟ آره دارن میان. خدا رو شکر. آیدا تو فعلا برو داخل، برو. وقتی دمیرخان اومد بهش بگین که نمیتونه با مشتری‌ها اونطوری برخورد کنه. لطفاً بره پیش روانپزشک، چون زندگی شخصی و کاریشو قاطی کرده، مشتریاش هم از دست داده. حداقل دست از سر مشتریای ما برداره. لروکس، باشه حق با توه. ببخشید. میدونم زن قوی هستی و خودت باید تصمیم بگیری. حق داری، باید همینطوری باشه. اما همونقدر که تو میترسی عزیزاتو از دست بدی، منم نمیتونم تحمل کنم به عزیزانم آسیبی برسه. نظرم میتونی اینو درک کنی. باشه درک میکنم، اما دیگه این کارو نکن دمیر. باشه تو یه جنتلمنی یا یه بچه قلدر خیابونی؟ واقعا نمیتونم بفهمم. آخرش منو دیوونم میکنی دمیر، دیوونم میکنی. نگفتم که کار آسونیه. زود باش بریم.
دمیر خان، مشتری رسیدن، منتظر شما. ممنون از میخوانم. جلسه خوبی داشته باشی. تو میخوای چی کار کنی؟ رئیست که این دور و بره نیست؟ رئیست خبر داره که دمیر خان، مشتری ها منتظرتونه. باشه، چیزی نمیگه. میبینمت. خیلی معذرت میخوام دیر کردم. سلام. خوش اومدید. سلام دمیر خان. سلام. بفرمایید میتونیم شروع کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. رفته طرف رو پیدا کرده، زده له و لوردش کرده. چطوری عصبانی نشم؟ طرف به عشقش که پیشنهاد بی‌شرمانه داده، تو دلش آتیش بپا شده، به جای اینکه تو خاموشش کنی میری بدترش میکنی. اوف عزمیه، به تو هم چیزی نمیشه گفتا. عزیزم، دمیر خان تو رو با چشماش کنترل میکنه. فکر نکن حالا که حالا را رفته همه چی تموم شده. ببین دختر از سر کولش بالا میره. ممنونم. خواهش میکنم بفرمایید. بیا باید اونجا بشینی. از ژاپن که برگشتین همه درباره شما حرف زدن. چرا یه برند کوچیک رو انتخاب کردی؟ راستش به نظرم شرکت‌های کوچیک آزادی عمل بیشتری دارن. از این جهت آرتمیمو انتخاب کردم. میگن آدم قانونمندی هستین، درسته؟ بله درسته. وقتی نمیتونین به چیزی اعتماد کنین به قوانین اعتماد کنین. دنیا با قوانین کنترل میشه. ببخشین چند تا عکس دیگه میخوایم برای گزارشتون تهیه کنیم. خیلی خوش عکس هستین دمیر خان. میدونین که هرچی طبیعی تر باشه بهتر خواهد بود. شما ادامه بدین لطفا. خب برسیم به سوال اصلی که همه کنجکاون بدونن. میدونیم که مجردی. آیا دمیر ارندیل قلبش خالیه؟ دمیر خان، من ترجیح میدم کار و زندگی شخصیمو با هم قاطی نکنم. واسه همین به این سوالتون جواب نمیدم. باشه، خیلی ممنونم. نظرتون در مورد تقسیم شرکت چیه؟ کم مونده بود همونجا بغلت کنه. رابطه دارین یا نه آقای دمیر؟ دوست عزیز، این یه مجله کاری. انگار واسه مجله مد گزارش میگیره. بی ادب. خیر باشه لروکس. یه جوری نگاه میکردی که انگار میخواستی طرفو خفه کنی. آره، اگه یکم دیگه طول میکشید اینجوری هم میشد. باشه، تو خودتو ناراحت نکن، آروم باش. دیگه نمیبینیش، تموم شد رفت. تو به من بگو واسه وداد چی بخریم. وداد؟ باید یه چیز خوشگل براش بخریم. یه چیز خیلی شیک و طبیعی. صبر کن من فکر کنم. داریم واسه شام میریم. میخوای شیرینی بگیریم؟ لازم نیست انقدر بزرگش کنی. وداد از این چیزا خجالت میکشه. باشه. غذا چی میخواد درست کنه؟ ماهی؟ خب کنار ماهی حلوا خوب میشه نه؟ آره خیلی فکر خوبیه. اینجا یه حلوا فروشی خوب هست، از اونجا دور بزن. خوشم میاد. مثل راننده تاکسی ها همه جا رو میشناسی. آدرس غذا رو از خودم بپرس. الکی تکونش نده وداد. دیدم عجب ماهی گرفتی، دستت درد نکنه. خب مهمون ویژه داریم، نمیتونیم که ماهی الکی بهشون بدیم. گشتیم بهترین ماهی فصل رو پیدا کردیم، خریدیم آوردیم اینجا. دمت گرم داداش. مراقب باش انگشتاتو گاز نگیره. اون چه ماهیه؟ چی شده؟ لورکه دیگه، الان فصلشه. داری منو امتحان میکنی لروکس خانم؟ نه آخه من اصلا ماهی ها رو نمیشناسم. شوخی میکنی. پس چجوری کار دنیزی هستی؟ راستش ما هامسی رو میشناسیم، کلیکارم خوب میشناسیم. البته مثلا من ماهی کلیکا با برنج رو خیلی خوب درست میکنم.
ببخشید اون یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ این که اونجوری چشم و ابرو میای یعنی چی؟ وداد این آدم داره منو جلوی تو بد میکنه، جدی میگم. باشه لروکس، آروم باش. پس این کارو میکنیم، تو برنج و کلیکا درست کن، ما هم با کمال میل میخوریم. به نظرم وداد به این راحتی ها نیست. بذار من بگم چه جوری میشه. اول هر چی سبزی تو خونه است و سرخ میکنه، بعدش یه مرغ سرخ شده بزرگ سفارش میده، صبحش هم همه با هم تو بیمارستانیم. از الان گفته باشه. بابا اون منوی ویژه منه. وداد این آدم نمیذاره چیزی درست کنم، وگرنه غذاهای خوشمزه ای بلدم. راستش وداد جون مراقب باش، این خانم هر وقت چاقو رو اینجوری تکون میده قطعا یکی قش میکنه. واقعا که فقط یه بار اینجوری شد، بی انصاف. باشه من نمیدونم. الان اون سالادو میخوریم میبینیم چه جوریه. راستی وداد بیا یه میز جدید برات سفارش بدیم، این یکی کج شده، لیوانا روش وای نمیستن، میبینی کج وایستاده. دمیر جون به جای اینکه اون میزو میلیمتری بررسی کنی، قربون دستت برو اون نونا رو تیکه تیکه کن. باشه میرم. مریضی وسواس حاد داره. مگه میشه ندونم؟ من اینجا وایستادم و خجالت هم نمیکشین داریم پشت سرم حرف میزنیم واقعا. باشه بابا چیزی نمیگم. واسه اینکه به چشمتون قشنگ بیاد دارم اینجا تلاش میکنم، اما کی قد بدونه؟ هیچ کس. جدی میگم. بفرمایین نوش جونتون. اما تو هم که از هیچی خوشت نمیاد، پس تو یه چیزی بگو که همون کارو بکنیم. باشه هر کاری بخوای میکنم، اونو من حل میکنم، نگران نباش. تو فقط بگو چی میخوای. باشه بعداً حرف میزنیم. عزیزم ادامه میدادی ابراهیم؟ چرا تا من اومدم قطع کردی؟ نه تو هم اومدی قطع نکردم. اینا چیه؟ گفتم شاید گرسنه باشی، اینا رو آماده کردم که با هم بخوری. وای خیلی فکر خوبی کردی. بشین دیگه. داشتی با دوستت حرف میزدی؟ آها. از طرف دوستت بود؟ آره دقیقاً آره. ابراهیم چه خبره؟ چه خبره؟ کسای دیگه هم هستن نه؟ همه رو داری با هم کنترل میکنی آره؟ چی داری میگی؟ آیدا رسما منو نابود کردی یا؟ نمیفهمم اینو دیگه از کجا آوردی آخه؟ منو با دوستات آشنا نمی کنی، به کسی نمیگی که با من رابطه داری، مخفیانه با تلفنت حرف میزنی و وقتی من میام قطع میکنی، وقتی هم که پیام میاد قایمش میکنی. ببخشید ابراهیم اما من اینجوری نمیتونم. آیدا چی کار میکنی؟ بشین. نمیتونی فرار کنی. اگه بهم تهمت میزنی باید بذاری از خودم دفاع کنم. گوش میکنم. چه خبره فرخ؟ ببینم تونستی حلش کنی؟ همون کاری که گفتی انجام دادم، همه چی آماده است. فردا دست طرف رو میشه. خوبه وقتش رسیده بود. ببینم دمیرخان الان میخواد چی کار کنه. نمیتونه به این راحتی ها حلش کنه. براک یه چیزی بگم. به نظرم یه بازی رو شروع کردی که آیندهشو نمیبینی و نمیدونی چه اتفاقی میفته. برعکس خیلی هم خوب میبینم قراره چی بشه فرخ. به زودی دمیر میفهمه با کی طرفه. امیدوارم همینطوری باشه. همینطوریه فرخ. شبت بخیر. شبت بخیر. میگم این یه آثار هنریه یا میشه خوردش؟ راستش وداد منم میخواستم همینو در مورد ماهی بگم. نوشه جا دست درد نکنه وداد جون. دمیر جان میشه نونو بدی؟ بیا.
اینم نونیه که دمیر بریده. قبول دمیر، میدونیم تو نون نمیخوری باشه، اما این دیگه چیه؟ وای خدایا، آخه اینو میشه خورد؟ میبینی؟ نخوره. خب نون نخور. در ضمن حالا که سر میز املت نداریم پس اصلا نونم لازم نیست. اینو بگیر. ببین میدونی چه جوری خوب میشه؟ نگاه کن ببین و یاد بگیر اینجوری. دهنتو باز کن. نه ببین الان رو لباسم. نه نمیریزه، ببین نگاه کن. دمیر به خاطر من. وای نوش جونه. نوش جونه دمیر چی جون. بود آخه؟ اینه. همه چی خیلی عالی بود وداد، دست درد نکنه. نوشه چه؟ دست درد نکنه وداد. دفعه بعدی تو میای. البته میدونم. لروکس خانم بهمون قول دادن. کیلکا با پلو. آره؟ خب دیگه حالا که چایمونو خوردیم من برم قهوه درست کنم. نه جونم تو بشین سر جات. تو اصلا نمیتونی پیدا کنی چی کجاست. من سری درست میکنم. نه بابا چرا پیدا نکنم؟ شما راحت باشین من الان میام. دمیر ایلول استانبوله؟ این الان از کجا در اومد وداد؟ فکر کنم امروز ایلول رو دیدم. دیدی یا ندیدی؟ انگار دیدم اما مطمئن نیستم چون اونور خیابون بود. بعدش با خودم گفتم اگه اینجا باشه حتما دمیر خبر داره. من از کجا باید خبر داشته باشم؟ موقع رفتن خبر داد؟ نه. گفت کجا رفته؟ نه. الان چرا باید بهم خبر بده؟ باشه دمیر آروم باش. شایدم من اشتباهی دیدم. باشه بداد این موضوع تمومش کن. قهوه آماده است. وای به نظرتون خوب نشد ماه ایلول اومده؟ ها؟ دمیر نکنه از این ماه خوشت نمیاد؟ وداد نکنه دمیر از ایلول خوشش نمیاد؟ چی شده؟ باشه فهمیدم از تابستون خوشت میاد اما پاییزم خوبه. وقتی هوا سرد میشه و بارون میاد میشینی تو خونه و کنار شومینه کتاب میخونی. وای من خیلی دوست دارم. آره بارون قشنگه. آره جونم بذار یکم بارون بباره. این چه وضعشه؟ مردیم از گرما. تا کی دیگه؟ خب دیگه قهوه‌تون رو بخورین تا سر حال بشین چون رفتاراتون خیلی عجیب غریب شده. روان پزشک رابطه دیگه چیه؟ ابراهیم ما جزا اول رابطمون هستیم. یعنی به نظرم اگه از الان لازم باشه بریم پیش روانشناس بهتره رابطمون ادامه اینجوری ندیم. نیست عزیزم. من اونو فرستادم که مشکلشون رو حل کنه. چی؟ خودت که میدونی صبح تا شب با هم دعوا میکنن. لروکس هم خیلی ناراحت بود. گفتم اگه یکی راهنماییشون کنه بهتر میشن. برای همین داداش بنیامین رو فرستادم پیششون. ابراهیم تو چه جور آدمی هستی؟ این کاری که کردی خیلی قشنگ بود اما چجوریه تو از دست من عصبانی میشی میگی تو زندگی کسی دخالت نکن ولی اون وقت خودت این کارو میکنی؟ با تو گشتم اخلاقم عوض شده. تو رو خدا اینو ببین. بنیامین خان چه ربطی به رابطه ما داره آخه ها؟ چیزه وقتی در مورد لروکس و دمیر حرف زدیم ممکنه یه چیزایی از دهنم در رفته باشه. چه چیزی مثلا؟ چیزه یه چیزایی مثل این که ما با هم تازه آشنا شدیم. یه چیزایی مثل این که همه یکم زیادی تو رابطمون دخالت میکنن.
اونم موقع تکلیف دادن به اونا به ما هم تکلیف دیگه چیه؟ دوبله شده در استدیو جن. اما این دیگه یکم. آره گفتم نمیشه، یه راه دیگه پیدا میکنم. آره تو چت شده؟ چیزی نیست؟ چی میتونه باشه؟ یه شب خیلی خوب داشتیم، خیلی هم خوش گذشت. به منم قهوه درست کنم؟ فکر میکنم قهوه‌مونو خوردیم نه؟ چای درست کنم؟ این وقت شب؟ آب گازدار؟ یه چی درست نکن، بیا. ما الان عشق همدیگه ایم. خب چیزای دیگه چی میشه؟ کدوم چیزه؟ خب مراحل عشق و عاشقی دیگه. حالا چون توی خونه ایم و عشق همین نمیخوام اون مراحل فراموش بشه. باشه. خب اون فیلم ترسناک تو بذار ببین. نه دمیر اینجوری هم که دیگه یهویی نمیشه. نه بابا دروکس خانم، از مراحل سابقتون چیزی نمیدونم، اما معمولا مگه تماشا کردن فیلم تو اول رابطه کار درستی نیست؟ من برات گل خریدم. ممنون. ببین مرحله اول رو رد کرد. تو برای من گل نخریدی. نرفتیم بیرون، شام سینما هم نبردیم. حداقل 10 بار شام رفتیم بیرون، اینطوری نکن. اونا رو به عنوان دوست رفتیم، نه عاشق و معشوق. باشه همین امشب رفتیم دوستمون رو دیدیم، اونم حساب نمیشه. تو جدی میگی؟ این مراحل خیلی جدی هن. و اگه میخوای رابطمون محکم باشه باید جدی باشی. من آدم جدی هستم، تو جدی نیستی؟ شب بخیر دمیر خان. خان؟ یادآوری میکنم برای اینکه به من نگی آقا از کارت استعفا دادی. الان میخوای تو خونه بهم بگی دمیر خان؟ پس اگه کابوس دیدی داد نزن دمیر، چون این تو مراحلی که گفتی قرار نداره. من مسئول کارم تو خواب نیستم که. من همه اینا رو تک تک بهت یادآوری میکنم. خوب بخوابی دمیر جون. باشه هرچی تو بگی، اما چطوری میخواد بشه؟ دمیر، فکر کنم امروز ایلو رو دیدم. بعدش با خودم گفتم اگه اینجا باشه حتما دمیر خبر داره. چی؟ صبح بخیر. غذا میخوری عشقم؟ بیا. اوه خیلی گشنته که. وای من خیلی خوشحالم. میدونی؟ تو هم یه رفیق میخوای؟ نظرت چیه؟ بهش فکر کن بهم بگو.
پس کنجکاو شدی؟ همیشه میخواستم این کارو بکنم. چیو؟ کاتای؟ در واقع که نه، اما یه جورایی. پس بذار من بهت یاد بدم. واقعا میگی؟ آره واقعا. زود باش بیا. دمپاییاتو در بیا. خب اولین چیز تعادله. تعادل خیلی مهمه. باشه؟ باشه. خب اول یه نفس عمیق بکش. دیوونه میره قهوه بگیره تو شرکت هم دیگر ببینیم. یاد گرفته. خوبه؟ صبح بخیر دمیر خان. صبح بخیر بورک خان. بفرمایید. بخند داره بخند. ببینم وقتی نقشی که برات آماده کردم و ببینی بازم میخندی.
چطور میتونی فقط با یه خودکار بازی کنی و اینقدر جذاب باشی؟ سلام دمیر. نمیخوای چیزی بهم بگی؟ چرا اومدی ایلول؟ تو خبرم کردی. خودت با خریدن سهام شرکت بابام منو خبر کردی. پیام واضحی بود. قبلا هم خبرت کردم. 1000 تا پیام برات فرستادم. چرا الان؟ چون خیلی دلم برات تنگ شده بود. اصلا عوض نشدی. خوشحالم که اینطوری فکر میکنی. فکر میکنی چی فکر کردم ایلول؟ وقتی بهم نگاه میکنی زنی که بهش پیشنهاد ازدواج دادی و میبینی. آره همون زن رو میبینم. زنی که پیشنهاد ازدواجم رو قبول کرد و پس فرداش غیبش زد. تو بهترین کلاهبرداری هستی که تو عمرم دیدم. برای کشتن اون زن هر کاری از دستم برمی اومد کردم. زنی که دمیر ارندیل عاشقش بود، اما دوباره جاهایی که نباید باشه پیدا شد. فقط 2 سال تونستم طاقت بیارم. دیگه نمیتونم بجنگم. اومدم که تسلیم بشم. برگرد همون جایی که بودی. برای اینکه اینو بهم بگی اون پیامو فرستادی. وقتی سهامو میخریدی، وقتی تو ششم نگاه میکردی به این فکر میکردی که چطور از زندگیت بیرونم کنی. فقط انتظار یه توضیح داشتم. پس اجازه بده. دیگه نمیخوام. واضح نیست؟ اینکه چرا رفتی، کجا رفتی، اونجا چی کار کردی دیگه اصلا برام مهم نیست. فقط چند ماهه که سهام شرکت رو خریدی. تو این مدت کوتاه چه اتفاقی میتونه افتاده باشه؟ همه چی. میتونم از این اتاق برم بیرون، اما این بار فقط میتونم تا اون میز روبرویی ازت دور بشم. سهام بابامو خریدم. مدیر مالی جدیدت منم. میدونم ساده نیست که هر روز تو چشام نگاه کنی. خیلی سخته که هر روز تو رو ببینم. اولش یکم عذاب میکشی،
اما بعدش همه اون چیزایی که فراموش کردی و دوباره یادت میاد. قول میدم. دوبله شده در استدیو جن. دمیر دیگه اینطوری از خونه نرو باشه. رفتم قهوه بگیرم، واسه یادداشت گذاشتم. میدونم واسه قهوه گرفتنم نرو، یعنی با هم بریم. میدونی یه جورایی اسمش آشنا آره اما مشتریه. نمیدونم. پس میگی سر کار در مورد کار حرف بزنیم. این رفتار خیلی آشناست. شوخی قشنگیه. بعدا میبینمت. ای بابا دفعه اولمونه که با 3 تا رئیس کار میکنیم. ای 6 تا چشم حواسشون به ماست. یه اشتباه کوچیک بکنیم سریع هممونو هوب پولی اخراج میکنن. دمیر خان یادآوری میکنم چون دختر بزرگترین مشتری شرکت منو تو کارتون دخیل کردیم و بعدش هم دلشو شکستین، کارهای هتل رو از دست دادیم. چای. آره تازه دم و کم رنگ.